بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال نمودند که در تشهد آخر بعد از خواندن دعای اللهم صل علی محمد یا که اللهم بارک علی محمد، وقتی که اللهم اغفر لی ولی والدی میگیم، آیا همین ثابت هست در سنت رسول الله و کی به وجود آمده است، چگونه به وجود آمده است اگر ثابت نباشد؟ ما میگیم که در تشهد دعاهایی که ثابت شده است التحیات لله والصلوات والطیبات تا آخرش. بعد از این اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. و بعد از این اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اینو ثابت است. و بعد از این ثابتی که شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما بیان کردند که در آخر تشهد این دعا رو بکنید. پیامبر خودشون میکردند: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. و بعضی از دعاهای دیگر. اما آیا دعایی که امروز در بین بسیاری از مسلمان‌های آسیای مرکزی، ازبکستان و تاجیکستان و این چنین انسان‌ها مشهور است که میگویند اللهم اغفر لی ولوالدی وللمسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك رافع الدرجات وقاضي الحاجات، همه خیلی دعا. آیا همین دعا اصل دارد؟ از سنت رسول الله ثابت شده است که در آخری تشهد، در آخری دعا بگید بعد سلام بدید؟ نیست، این ثابت نشده است. در یگان روایت صحیح این دعا نآمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا رو کرده باشند: اللهم اغفر لی ولوالدیه. و کی پیدا شده است؟ این را بعضی از مسلمان ها خودشون همچون دعا آزاد انجام دادن. زیرا بعضی از علما میگند یعنی در آخر نماز، یعنی بعضی از علما همچنین ایجاد کردن که از خودتون دعایی که میتونید بکنید. بعضی از مسلمان ها پدر مادر خودش رو دعا کرده است، اما این درست نیست. ما باید اون دعایی که پیامبر گفتند و کردن انجام بدیم. و بالخصوص یک انسانی که پدرش و مادرش مسلمان نیست این دعا رو بکند، یعنی یک کافر بود، یک مرد مسلمان شد، پدر مادرش کفر است، در آخر نماز اللهم اغفر لی ولی والدی بگید، معنیش چی است؟ ای الله، پدر و مادر مرا ببخش. گفته است پدر و مادرش نصرانی است، یهود است، مشرک است، کمونیست است، ملحد است. این دعای کرده ایستادش گناه رو خودش میگیرد به خاطر دعا کردن، زیرا که الله سبحانه و تعالی منع کرد از دعای مغفرت کردن به مشرکین. ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. برای نبی محمد صلی الله علیه و سلم و برای اون کسانی که ایمان آوردن همراه محمد صلی الله علیه و سلم جایز نیست که برای مشرکین استغفار کنند. بارک الله فیکم.